هادی چوپانم زورش نمیرسید همچین وزنه‌ای رو بلند کنه. کیان رشیدی پسر بچه 8 ساله‌ای که لقب قوی‌ترین کودک جهان رو به اسم خودش ثبت کرد. کیان متولد سال 94 و اهل خرم‌آباد لرستانه. اون زمانی که تنها 6 سال سن داشت در مسابقات قوی‌ترین مردان ایران شرکت میکنه و رکورد 100 کیلوگرم ددلیفت رو میزنه. اون تو 8 سالگی رکورد خودش رو تو ددلیفت به 130 کیلو میرسونه. تقریبا نصف رکورد هادی چوپان. مادر و پدر کیان میگن استعداد و قدرت بالای کیان رو توی 3 سالگی زمانی که یه روز به صورت خودجوش به سمت 2 تا کیسه برنج 10 کیلویی رفت و اونا رو بلند کرد کشف کرد. کیان رشیدی تو رسانه‌های خارجی لقب افسانه ایرانی رو گرفته و باید ببینیم میتونه جا پای شخصیت بزرگی مثل هادی چوپان، رونی کولمن و کاتلر بذاره یا نه. دیگه خدایی به افتخارش اصلا زشت لایک نکنی. این پست رو هم بفرست برای اون رفیقت که 10 سال قرار از شنبه شروع کنه بره باشگاه. شاید خجالت کشی. هادی چوپانم زورش نمیرسید همچین وزنه‌ای رو بلند کنه. کیان رشیدی پسر بچه 8 ساله‌ای که لقب قوی‌ترین کودک جهان رو به اسم خودش ثبت کرد. کیان متولد سال 94 و اهل خرم‌آباد لرستانه. اون زمانی که تنها 6 سال سن داشت در مسابقات قوی‌ترین مردان ایران شرکت میکنه و رکورد 100 کیلوگرم ددلیفت رو میزنه. اون تو 8 سالگی رکورد خودش رو تو ددلیفت به 130 کیلو میرسونه. تقریبا نصف رکورد هادی چوپان. مادر و پدر کیان میگن استعداد و قدرت بالای کیان رو توی 3 سالگی زمانی که یه روز به صورت خودجوش به سمت 2 تا کیسه برنج 10 کیلویی رفت و اونا رو بلند کرد کشف کرد. کیان رشیدی تو رسانه‌های خارجی لقب افسانه ایرانی رو گرفته و باید ببینیم میتونه جا پای شخصیت بزرگی مثل هادی چوپان، رونی کولمن و کاتلر بذاره یا نه. دیگه خدایی به افتخارش اصلا زشت لایک نکنی. این پست رو هم بفرست برای اون رفیقت که 10 سال قرار از شنبه شروع کنه بره باشگاه. شاید خجالت کشی.